تا 2008 هم دست مایندار در کاملشم مایندار فیلم اگر گفتی مادر شما اگر که انسان خوب میشد میامده با شما را نگاه میکرد مادر شما فرستی من رو زیاد 6 ماه بودم در قرغان در کجا زندگی میکنی؟ من در یک خونه پنسمه زندگی میکنم با همراه عروبه کشم پیشتر از این در بالای عروبه گفتی خود میکنم در کجا پیش از این پیش همین وقتی که همین اویلم و خونه بر آمد رفت من کلی یکم ماه در اطور عروبه خوب میکنم در کار میکنی؟ در فراوان فراوانی قرغان ها؟ بله همراه فرزندش هست خداوند نگهبان داشتی که اونجا من رو زیاد 6 ماه بودم در پدر و مادرم دو ماه فیلم یا برادر یا پدرم وقتی که من 6 ماه در دست مادرم و پدرم جدا میشود من تا سن 6 سالگی دست مادرم در کلام میشم وقتی من 6 ساله میشم مادرم میره در خونه بابای اتاقی میپرتیم میروم از 6 سالگی تا سن تا سال 2008 که مانده در پدر خودم گپای دروغ میگفت میفهمم چی میکرد پدرم را عذاب میدید حالا مادر شما اگر که انسان خوب میشد میامده با شما را نگاه میکرد مادر شما فایشایی کنه گشتی سید عربو من بر آمدم رفتم مادرم رو گفتم یفتم مادرم رو فهمیدم که همین خیلی مادرم رو گفت خانه تقویم روی کرد خانه تقویم رفتم خانه تقویم در یک ماه ایستادم رسیدم قطعی معامله خوب نکردم بر آمدم نه 2008 تا حاضره در آن میخویدم خداوند نکرد چی ممکنه همین دست در عربه زدگیم زندگی ما با همه عربه کشید پیش بردستن به یکم کم بودی به یکم کی انشاءالله 2008 تا حاضره انشاءالله دوستان عزیز پدر به مادر ما کلاشتیم یعنی عربه کشی یکم بوکی ندارد این کاری مردی هست برای که ما زیاده اهالی خود تاجیکستان در دیگر شهرها به همین نظام زندگی میکنه این یکم کاری مرد آدم است که از پس برده نان خود میدود من یعنی که در نزد دیگر ها مثلا نگاه کنید که تو عربه کشی گفته به خاطر مانع شدن اویلای همه شدگی هستن برای من افتخار است من نیز عربه کشیدگی هستم من نیز کوچه رفتگی هستم این چیزا یکم پرابلم نیست برای زندگی یعنی که تو دیگر کارهایی که با شان آدمگری زیون میبیارن ضرر میبیارن این کاری مردگری هست لقمان جان یگان چی دل خسته نباش حوزی انشاءالله خداوند مهربان است و برادرانم هستن که تو دستگیری میکنن و دیگر هایی که میخوان دستگیری کنن من در پایین رقم تلفنم رو مینویسونم مثلا این مینه برای خاطر خدا اگر خواهند دستگیری کردن من پایین بر رقم تلفنم رو مینویسونم یعنی که با مقصدی که همه برادر یعنی که نشکنند یعنی کمتر باشد در زندگی آسوده باشد مقصد اومدنش همین است که میخواد که زندگی خودش رو روی مثلا کلیپ بیارد که مثلا دیگرها بفهمن که همین حادثه در حیات شخصی همین رخ داده است ما نیز حرکت میکنیم که بخش سناریوی کلیپ رو نیز با همون چیزی که مثلا همین برادر به شدگی است دیگرها مونیا شدگی است او بر اومده همسرش رفتگی است اویلا دور شدگی است و دیگر نشون دهنده است با همون تکیهش کنیم تو مثلا بیننده خودش رو پیدا کنه یعنی که میگم گپ صحیح خودش رو پیدا میکنه انشاءالله همین چیزی که همین برادر میکنه لقمان جان به همون نفری در کارش اومده میرسه خداوند نگهبان شما باشه یگان چی گفتنی هستی برادرانی که مثلا کسی تو رو میشنوه یا دستگیری میکنه یگان چی گفتنی هستی اگر همین کلامی که مرا دستگیری کنه انشاءالله که اگر که من همین نصیب همین سرود که کلیپ که قسم یک شکل برآوردم اگر که دستگیری خیلی خوب شد انشاءالله یا نصیب ممکن سال 2021 با همیره 2-3 یک یورو هم ممکن برای براریم مقصد اینجا چی هست که همین برادر رو اومده نزد ما از بر دور کردنی نیستیم برای که این یکم آدم نیست نزد ما اومده است ما یکم میلیون نفرش لیکن کمتر زندگیش که تلخ بشره توف در نظرم ما خواستیم که همین چیزا همین شما بگم که همین خیلی پدر و مادران وجود دارن که زندگی خودی فرزندشون را میشکنن به خاطر تو عربه کشی و خیر همین گپ هست یعنی یه نفری که ریسک خودش رو میبره میخوره به خاطر همین چیز همین گپ بودن نمیتونه دوستانی عزیز خداوند نگهبان شما باشد لکن گپ ها بسیارن گفتنی ها هم بسیارن لکن
این برادر یعنی که матали тоҷикӣ дорем мо пеш аз об дар омадан мӯза кашидан дар кор нестай. баъд аз оне ки масалан клипашро пешкаши шумо намудем, баъд аз он боз як суҳбати пурра ҳамроҳии луқмонҷон мегузаронем. худованд нигаҳбонтон бошад. кам ягон чӣ майли дар паноҳи худо худо нигаҳбонтон. зинда бошед.